من و حاج آرش 2 نفری الان در قلب آمریکا، یه جایی که اگه کل دنیا رو بگردیم ما رو پیدا تو نقشه نمی کنیم. تو آریزونا نشستیم. این آدم میدونه من چقدر معتقدم. اینی که داره میخونه، من موزیکاشو 10 سال حفظم. ستاره های کشور من شدن رفیق فابریکای من. خوشحالم و قدردان که رفیقای اینا همه این عزت رو آدم از 1 نفر میگیره. اون 1 نفر هم کسی نیست جز اون بالایی. این آقا میدونه من چقدر وصلم. سلامتی اشوان جان، سلامتی. آقای سفره ما کوچیکه، دوباره عرض میکنم کوچیک. بچه های تهران، بچه های پایتخت تکن. آس دل ایران بچه های پایتخت ایرانن، میشه بچه های تهران. بعد بچه های تهران همه میشن بچه های شهرستان، حتی بچه های شیراز که دیگه فرزندان کوروش غول ایرانن. ما کوچیک شما بچه های مازندران. این سبک بچه های مازنیه. برای خودمون 2 نفری جای شما خالی. حاجی سلامتی. کی مست کرده دشمن، کی مست کرده دشمن. میگم که این کباب خارکسته رو چوب مگه درست میشه؟ کسکه ما کلفتی افتادیم امشب. خواهر زندگی رو گاییدم. این روز بشیم هوا خوری کنم اینجا. جان حال کن پسر کن. این دوربین اینجا بزنم پیک بزنم. سلامتی جمع. جایی که غم نباشه، فقط شادی باشه. داشتم با حاجی میگفتم توی یه جای دور افتادیم یه صحبت میکنیم کل ایران پخش میشه. این پروردگار تنهایی های من جواب داد. چه عزتی به من داد. عزت میشه احترام. منم یه آدم با جنبه حاجی. سوتی در کار من نیست. انقدر حاجی از خودم مطمئنم. ای خدا یا اول فرض افتاد این خارکسته. یه والا استوری رو قد نکن خارکسته. رولز خود خراب نکن. رولز تو اینه که استوری رو قد نکنی. حالا یا افتادی یا نیافتادی. ادامه صحبت رو بگو پسر قدیر. شیرمرد ماست بیار. کباب میسوزه حاجی دهن ما رو میگاد. میگم که دیگه زیادی صحبت خدا پیغمبر. خدا جان دیگه نگاه دیگه، ول کن دیگه امشب دیگه هر چیز یه پیک زدیم صحبت. برای 5 دقیقه تو کره مریخ با اون آدمای عالم فضایی بگرد. بذار من ذره با رفیقای خودم تو ایران حال بکنم. آره جیپتو خودش میدونه من دارم چی میگم این دیگه بس دیگه. سلامتی داداش کسکون فلان. بزن نشون بده که همراه من هستی. جان هوا آفتاب بود، هوا ستاره بود. حاجی نشون داد بارون گرفت. داره میگه که من همراه تو همه جا هستم، چه در آریزونا تو در هر جای دنیا. صدا رو شنیدین؟ جان حالا کن.